برای سال تحصیلی 2022-2023 در گروه تاجیکی فیلولوژی و بازآموزی زبان‌های دانشگاه دولتی سمرقند به نام شراف رشیدوف شکل تحصیلات غایبانه و شبانه راه اندازی گردیده است. به شکل غایبانه 25 نفر و به شکل شبانه تعلیم هم 25 نفر دانشجو، عمومی 50 نفر قبول کرده می شود. اینچنین در دانشکده دولتی پداگوژی چرچیق ولایت تاشکند در گروه های تاجیکی تعلیم تا مکتبی و تعلیم ابتدایی شکل تحصیلات غایبانه موجود است. به این گروه ها نیز 25 نفری در عموم 50 نفر دانشجو قبول کرده می شود. خرسندی آور است که در گروه های تاجیکی تعلیم تا مکتبی، تعلیم ابتدایی و متماتیک و انفرماتیک دانشکده دولتی تدبیرکاری و پداگوژی دهنوی ولایت سرخاندریا هم شکل تحصیلات غایبانه گشوده شد که در این باره مرکز دولتی تستی معلومات می‌دهد. به این گروه ها 15 نفری دانشجو، همگی 45 نفر قبول کرده می شود. یادداشت میکنیم که تحصیل در گروه های تحصیلات غایبانه و شبانه تنها در اساس شرطنامه کانترکت عملی میگردد. خوانندگان عزیز، مشتریان گروه صدای تاجیک، ما را پیگیری کنید و این نوار را به دوستان خود فرستید تا آنها هم از این نویدها با خبر شوند. اینچنین به گروه ما پیوستن را و ترغیب آن را میان پیوند و دوستان فراموش نکنید.